مهمونی جایی بخوایم بریم اول شوهرامون آماده میکنیم، تمیز و مرتب، بعد خودمون آماده میکنیم. ولی اکثرا زن سالاریه توی ایران. آره. ولی تو تاجیکستان نه، اصلا اینطوری نیست. بعد ما خیلی شوهرامون رو دوست داریم، خیلی بهشون میرسیم، چون شوهر رو نماد قدرت میدونیم. از این لحاظ که میگیم که آره الان مثلا اگر همسر منو کسی ببینه چه فکری راجع به من میکنه، مثلا میگن که خانومش بد سلیقه است، یعنی خانومشون رو از روی همسرشون میسنجن. حتی شده که طرف برای همسرش رفته خواستگاری. چون پسر دار نمیشه؟ چرا اتفاقا پسرم داشت، ولی خب اینجا من هر چی دوست دارم از دوستایی که رفیقام و اینا از خانومشون خیلی میترسم. دارم که مثلا مرد حالت پادشاه دوست داشته باشه و زن مثل وزیر باشه در کنارش. موسیقی ایرانی چی ترجیح میدی؟ من چاووشی. نه چاووشی مثلا تختی. برای تختی خوبه. واقعا فن پروپلاس آقای محسن چاووشی.